این هفته خبر تو خبر داره براتون از سر مار ولایت که تو خمره بحران‌ها گیر کرده و راه پس و پیش نداره. از یه طرف بسیجی‌ها رو میفرسته جلو که اینطوری عربده کشی کنن. امر کنین زمین و چنان به قردشون میزنیم که چیزی ازشون باقی نمونه. ما میگیم وای اگر یه لحظه این وریا بگن وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، شما بگید ارتش دنیا نتواند ناو برا ما میفرستید؟ کمتر از عنکبوت برا ما ناو میفرستید؟ برا بچه های شیعه، برا مسلمان ها؟ وای اگر خامنه ای حکم جهادم. از اون طرف میترسه این آتیش توی عبای خودش بیفته. به همین خاطر یه عده دیگه از جک و جونوراش اینطوری میگن. من حقیقتا قبطه میخورم به حال کسانی که ملتمسانه میان میگن ما رو بفرستید اعزام بکنید به جبهه غزه بریم بجنگیم. خب ما راه نداریم به اون سمت. حمایت از فلسطین، مبارزه با اسرائیل و صهیونیسم و آمریکا. امروز هم بعد از نماز که باز ما واقعا اگه فرصت داشتیم هممون ما خدمت شما هم میرفتیم غزه، ولی خب فرصت نداریم. بله فرصت ندارن برای غزه تظاهرات کنن، اما کشته شدن مردم غزه براشون حکم امداد غیبی رو داره. از صحبت من این برداشت نشود و نمی شود که پس طوفان الاقصی یک اقدام ایرانی بوده، همچین برداشتی نباید بشود. ولی میخوام بگم همچین اقدامی، همچین عملیاتی از غذا بسیار امداد غیبی، امداد واقعا امداد غیبی بوده، برای اینکه یک پروژه دوره، حالا میخوام اصطلاح انگلیسی رو کار نبرم، کلید زدن در واقع یک پروژه دیگری و با سولید زده شاه رو متوقف کرد و این امداد بزرگ بود. حالا شما این حداد قاتلم تعارفا رو میذاره کنار و ترس عظما رو از اینکه دود آتیش این جنگ تو چشمش بره برملا میکنه. اصلا اسرائیل مایله که این جنگ رو مبدل بکنه به درگیری‌های وسیع‌تری مثلا بین ایران و آمریکا. در اون صورت اونی که اگر یه همچین اتفاقی بیفته اونی که جان سالم به در میبره اسرائیله. یعنی این معلوم نیست که از نظر راهبردی ورود عملی ایران به جنگ به سود آرمان فلسطین باشه. ظاهرا این پدرزن پسر عظما این تیکه از حرفای امام ملعونشون رو یادش رفته. یعنی جنگ تا رفع فتنه در عالم. اگر چنانچه اونهایی که مستکبر هستند با جنگ سر جای خودشون بشینن، این رحمت است بر اون امتی که اون مستکبر بر او غلبه کرده است. اون مذهبی که جنگ درش نیست ناقص است اگر باشد. توی فضای مجازی هم دو دوز بازی عظما را اینطوری رو میکنن. مضحک و تعجب آوره. یعنی کسانی که میرن مینشینن با رؤسای نظام قرون وسطایی قبیله‌ای عربستان سعودی، دیگه واقعا این رسوایی است که هیچ وقت به نظر من این لکه ننگ از دامن اینها هیچ وقت پاک نخواهد. ولي العهد الامير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مثل یه داغی در پیشانی اینها همیشه خواهد بود. في مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية. هذا اللقاء الأول الذي يجمع برن اونجا بنشینن در کشوری که بویی از دموکراسی و انتخابات و اینها نشنیده، برن بنشینن حرف بزنن. اینا چیزایی است که خواهد موند. حالا امروز توی قوقاهای گوناگون سیاسی ممکنه به نظر نرسه، لکن اینا تا جایی که به مردم ایران برمیگرده برای عظما یه جا بیشتر نمونده، اونم سطل زباله است.
توی این اوضاع و احوال بشنوید از آخوند رئیسی که دست و پا میزنه تا اینطوری جلوی ریزش بسیجی‌ها رو بگیره. هیچ کس حق نداره ناامید بشه. آینده بسیار بسیار روشنه پیش پای ملت ایران. آینده بسیار امیدبخشه با این جوانان عزیز در صحنه، با شما مردم عزیز متدین دلداده به انقلاب. آینده بسیار روشنه. رهبر حکیم و فرزانه ما فرمود حق خسته شدن یا ناامیدی ندارید. دوره بالا رفتن عظما از نردبون به پایان رسیده و دور کله شدنشه. بشنگستان این هفته رو با پرت و پلاهای این لات خود فیلسوف آغاز میکنیم که خودش هم نمیدونه چی میگه. کشتی ما یعنی یک ایران است. هر شناور از ایران یک ایران است در دریا حرکت میکنه. یعنی ایران به شکل جرم نقطه‌ای یک ایران منبسط، ولی هر کشتی ما یک ایران مس پوینت، یک نقطه جرمی متراکمه. از این مشنگتر رئیس جمهور خامنه‌ایه که کاری جز دروغ بلد نیست. آخرین آماری که رئیس محترم بانک مرکزی در دولت اعلام کردن حاکی از این بود که شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف نشون میده که وضعیت رشد اقتصادی، رشد در حوزه تولید، چه تولید نفت، چه تولید کشاورزی، چه تولید صنعت، وضعیتی داره که با قبل کاملا متفاوت شده. اما باید ثبات و پایداری پیدا کنه که ما دنبال اینیم که این ثبات رو بتونه در رابطه با رشد داشته باشه. اگر سوالتون شده که این آخوند جلاد بر اساس چه محاسباتی این حرفا رو میزنه، توجهتون رو به حرفای این یکی جلب میکنیم که علم ریاضیات رو دچار بحران کرده. این 34% عدم اجرای کامله، اجرای ناقص تکالیف 64% اجرای در واقع ناقص تکالیف، فقط 10% کامل اجرا شده. یعنی چی؟ یعنی سازمان حفاظت محیط زیست که 60 حکم تکلیفی داره فقط 3 حکمش رو دقیق و کامل انجام داده و این درد. حالا ببینید این یکی چه بدبختیه که داره برای آخوند رئیسی پاچه خاری میکنه. رفتم محضر حضرت آقا، موقعی رفتم که حضرت آقای رئیسی تازه از محضر حضرت آقا مرخص شده بودن. حضرت آقا فرمودن این آقای رئیسی ماشاءالله چقدر پر انرژیه. آقا الحمدلله با عنایت همین پیروز که ما خدمتشون بودیم باز یک جمله قابل توجهی را نسبت به ایشون بیان کردن. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. اگه این گاو پر انرژی رو جای رئیسی میذاشتن کاراییش بیشتر بود. دوباره بیاره ما هاپ ما پاپ بیارش بودو هاپ بگه دوباره بزن باشه ما یک دو سه بودو بیارش هاپ ما راستا بزن. این هم یک کلیپ وایرال شده تو فضای مجازی که توصیف خمینی از نگاه عظماست. درست در ذهنتون تصور کنید اون تصویر رو. امام اونجا نشسته، مظهر قدرت، مظهر عزت، مظهر ایمان تزلزل ناپذیر. مشنگستان این هفته رو با مشنگ اصلاحاتی به پایان میبریم که رفته توی تلویزیون خامنه‌ای تا به خیال خودش اینطوری قر بزنه. اما گاهی بعضی مواقع بعضی صحبت‌ها از مثلا وزیر خارجه ما صادر میشه که مثلا گویا ایشون سخنگوی حماسه یا سخنگوی حزب الله و داره از طرف اونا صحبت میکنه. ضرورت نداره که اونا خودشون سخنگو دارن، بحث دارن و من پیغامم دادم واقعا بعضی مواقع
در پایان شعری رو با هم میشنویم که شنیدنش خالی از لطف نیست. تا نمیرم به بدترین خواری، از سرم دست بر نمیداری. شیخ اگر ازدحام میخواهی جای مسجد بساز بیداری. از شما چیز دیگری آیا میرسد جز غم و گرفتاری؟ مردم بد کلاه بگذارن، تو که خوبی کلاه بردار. دار راهت که میدهند اینجا تا بمیرم به جرم بیداری. مال دنیا ندارم و عوضش میدهم مالیات اجباری. هست در اصل نقش مسئولین مثل بیماری شب ادراری. به خودم فکر میکنم هر وقت اشک از دیده میشود جاری. شعر گفتن چقدر آسان است، به خدا عین مملکت داری. حال دهقان قطار میدوزد، مرحبا بر چنین فدای.